درکتون میکنه. یعنی اوه شادی نیست، اوه اعتراض و غمه. برقاتون قطع میشه میدونه. برق کوچه ما قطع شده بود 3 ساعت تمام هی شکیبایی کردیم، آخر کفری شدم. زنگ زدم 123 گفتم آقا مردیم تو این گرما، کوچمون برق نداره، اون برای خیابون برق داره. یارو گفت آقا آرامش خودتون حفظ کنید، 5 دقیقه دیگه درست میشه. 5 دقیقه بعد اون برای خیابونم قطع شد. انقدر دلمون خنک شد، اصلا خنک از تو خنک شدیم. فقط یک ایرانی میتونه در شرایط قحطی آب و کمبود آب تو همون وقتی دوش آب یه سر بازه، به خاطر اینکه عذاب وجدان نگیره، در هر حالتی که هست یه دست و یه پاشو زیر دوش بگیره. دیدی؟ این عذاب وجدان دیگه نمیگیره. مثلا اینجا داره کیسه میکشه، این ورش بعد زیر دوش باشه. دیگه ببین آب هدر نمیره، لااقل یه وره تنمو داره آب میخیسونه میره جلو.